اختلاف ما با تو در سر اون است که تو پیوسته ما مسلمان را تحقیر میکنی، قرآن ما را تحقیر میکنی. اگر گوید که زمین چارکنجه هست، یکم خودش باور میکند، دوم ثبوتیلنی کو بلیگوی که در زیر وش کامل میکنه. روبروی آینه ایستاده به سینه زده من 5000 کتاب خوندم. انا کو باشد با دهول و سرنای آمد است و من به دوئل دعوت داد. مسئله قرآن و تورات و انجیل و زبور و تاجیکان و شاهنامه و نمیدونم طلبک بای این چالش تو رو من میپذیرم. لکه چرا محض بخارا تو این رویخطای دراز کتاب رو برای چی آوردی؟ تو آزاد چی دین اختیار میکنی اختیار؟ تو من دعوت کردی گفتی که بیا درباره شاهنامه بحث کنیم در اطراف شاهنامه خوان. و تو بیت جعلیه از بیت اصلی جدا کرده نمیتونی. نامهای نماز دین خودت نمیدونی. انا تو از نامهای نماز یاد گیر بعد دوئل اوستایی میشه. استاد درباره دوئلی که طلبکوف اعلان کرده است چی گفتنی دارید؟ یعنی این اعلان پر از لاف و قاف و غوغای بازاری طلبکوف نشون میده که بیماری من از همه داناترم دوا ندارم. یعنی این یک پهلوان میدانی خیالات است و یک قهرمان افسانه خودش چنون به دروغش باور میکنه که اگر گوید که زمین چارکنجه هست، یکم خودش باور میکند، دوم ثبوتیلنی کو بلیگوی که در زیر وش کامل میکنه. شاید عادت کرده باشد که هر سر خیزد و روبروی آینه ایستاده به سینه زده من 5000 کتاب خوندم. دعوا میکنم که بیشتر از 5000 کتاب خوندم. میگوید خودش اون گیپناس میکنه به همین شکل هم میگوید که من یک علامه هستم که ایواز ندارد، بی‌نظیر هستم، انسان بی‌نظیر هستم چون 5000 کتاب خوندم. انا کو باشد با دهول و سرنای آمد است و من به دوئل دعوت داد. باز فخر میکنه، با تمام فخر و افتخار میگه که من 100 قصه خوندم. 100 قصه بافته یعنی که الهو برام 5000 گفت با 100 قصه دیگه علاوه کردن اون دوئلی که اعلام کرده. شاید که طلبکوف به همین دوئلی وایمش میخواد گویا که من 5000 نه 5100 کتاب خوندم. 5000 کتاب با 100000 افسانه خونده است. در اونجا نوشته است دیده شد. یعنی سبحان الله سینا اینقدر عظمت در علم، عمر خیام عظمت در علم نجوم و دیگر علم هم مثلا دیگر یکمونشون دعوای 5000 کتاب خوندن نکردن. یعنی این چون با آسمان غرور و آسمان فخر پرواز داره که تمام فقط کلمه من 5000 کتاب خون اینا اون به فکر من دیگه هوشش و عقلش به رخصتی رفته است. خب بگذاریم به همون صحنه اساسی، یعنی که دوئلی که دعوت کرده است. ببینیم میگه در بخارا این خنداور است یکمش توش که 3 ساعت وقت جدا کرده است. سوالم 70 سوال شد. یعنی تصور کنید که علمای بیچاره برای حل یک مسئله ماها شاید سالها رو عصبشون خراب میکنن، موهاشون سفید میکنن، مهنت میکنن. این طلبک بای علامه و فهامه میخواد که در 180 دقیقه 70 گره علمی را از کتاب‌های آسمانی و غیر آسمانی کشوه. به حساب عادی کنیم همین وقتی که جدا کرده است. مثلا طلبک بای مثلا اگر یک طرف سوال کرد، هر یک سوال مثلا 2 دقیقه وقت گرفت، هر یک جواب 5 دقیقه وقت گرفت. ما تقریبا به 8 ساعت نیاز داریم. لیکن اگر سوالش شرح دادنی باشد و علامه فهامه، در این حالت شاید که با 11 ساعت 12 ساعت ما احتیاج داریم تو اینکه هم مسئله 70 تا مسئله گره خورده رو کشاییم. یعنی طلبک باید تو چخیل میخواهی که ما در یک چند ساعت مسئله قرآن و تورات و انجیل و زبور و تاجیکان و شاهنامه و نمیدونم کدام کتاب رو در یک پیاله چای نوشیدن مسئله رو حل کنیم. من نمیدونم تو باز میگم که عقلت در سرت است و در پات است، معلوم نیست. طلبک بای راست شگه پیش از این پست گذاشتن یکون گیاهی معجزه‌ای رو دود کرده بود یا نه؟ طلبک بای تو تشنه علم نیستی، تو تشنه لایک هستی، تشنه شهرت هستی، تشنه پیار هستی. با همون چند همقده و هم ثبوت لینکای خودت خرسند بشه یک پست میگذاری دیگر تمام گویی که تمام عالم فتح کرده باشی. تو میخوای که با دروغ و با پوپیسی با عربده‌جویی خودت رو یکون علامه زمان تراشی و فهامه تراشی. لیکن الحمدلله مردم خیلی زیرکن، میدونن که تو چی هستی، کی هستی. تو علم رو با داد و فغان و با گزافگویی به دست نمیارن. طلبک بای این چالش تو رو من میپذیرم. لکه چرا محض بخارا، چرا مثلا پریژ نه،
زیر ایفلی باش نریم اونجا مثلا تمام ملت ها هست. یا چرا براندنبورسکی ورتا در آلمان نه؟ یا چرا منحتن نیویورک نه مثلا؟ چرا بخارا؟ همه در حیرت گذاشته راستی. طلبک بای ناز که چشمانت مال بیدار شو. تو در اصل زردشت و در اصل کروش و در اصل انوشیروان نیستی که من به بخارا دعوت کنم. حالا میشه که تو از همون دوشنبه من از اینجا یک شبکه اختیار کنم تو حال مرچو از فیسبوک من راز بلاکی رو کن تو اینکه توانم اتفاق کنم در کجا میشود، در کدام کانال میشود، کدام مجری میشود، مجری به انصافی باشه که برای ما وقت کافی است تو اینکه ما توانم دو کس فکرمون ابراز کنیم. یکی میبینم که تو عقل همون عصری 8 پیجت میلاد است. تو این روی خطای دراز کتاب رو برای چی آوردی؟ یعنی خودت یگو اینتלקچوال نشون دادن و با فرهنگ و انسانی فهمای و فهم برای خودت اعلام کردن این چیزا آوردی. علامه 5000 کتابه اختلاف من و تو در سر تجارت و در سر مال و منصب نیست. این چنین اختلاف من و تو در تحلیل کتاب مثلا صلح و جنگ تالستوی یا اینکه کتاب گاملت شکسپیر یا اینکه غلامان صدرالدین عینی در تفسیر اینها نیست. یا اینکه برای اینکه تو زردشت شده یا هیزم پرست شده یا آتش پرست شده یا چیز دیگر شده اینا اختلاف. تو آزاد چی دین اختیار میکنی اختیار کن. همون هزار و چند دینه که در هندوستان است همش حلال و زلال برای تو. کدامش قوی اختیار. اختلاف ما با تو در سر اون است که تو پیوسته ما مسلمان را تحقیر میکنی، قرآن ما را تحقیر میکنی، پیغمبر ما یا بواسطه یا بیواسطه تحقیر میکنی، مولاها که رمز اسلام حساب میشن علمای اسلام تو تحقیر میکنی، پیوسته احکام اسلام تحقیر میکنی. این اینجا اختلاف است. برای من باشد تو نمیدونم حیوان پرست میشی، خزنده پرست میشی، پروا ندارم من. لیکن تو بدین ما تحقیر نکن. مشکلی همینجا است. تو مشکلی دیگه طرف نشان نده برای مردم خیلی زیاده کم میفهمن. اصل است که تو تحقیر میکنی. تو انتخابات کردی لیکن چرا اسلام تحقیر میکنی؟ دین تا تبلیغ کن، مرد باشی تبلیغ کن، دین تا ببینم چه تبلیغ میکنی بدون آنکه به اسلام ضربه بزنی، بدون آنکه اسلام مسخره کنی. بنابراین باید که موضوع بحث درباره اوستا و قرآن باشد و جزئیات مسائل تفصیلی که در این کتاب است، چی از احکام نمیدونم چی ها، باید سر همین باید بحث کنیم، سر همین باید که صحبت شود. بعد مسئله تالستوی و بعد مسئله دیگه کتابای ادبی که گفتی 100 کتابی که خوندی که افسانه ها رو، بعد اونها رو مسئلهش حل. بعد به سر تورات و انجیل هم برسیم، بعد ما افسانه های دوست داشتن بعد بررسی میکنیم، محاکمه میکنیم. تا این وقت علاوه طلبک بود تا 25 می حال وقت داری با یگان 100 کتاب دیگه خوان تو اینکه رکورد گینوسید از 5100 به 5200 رسید. طلبک بای تو من دعوت کردی گفتی که بیا درباره شاهنامه بحث کنیم، در اطراف شاهنامه خوان. و تو بیت جعلیه از بیت اصلی جدا کرده نمیتونی. اینم پستی که من چند ماه پیش گذاشته بودم. بینندای عزیز خیلی به شاهنامه خیلی به فردوسی دروغ میبنده. و تو این اول یاد گیر بیت جعلی جدا کردن یاد گیر، بعد درباره اطراف شاهنامه با صحبت کن مردم. طلبک بای و تو اقلا اوستا رو نخونده، من باز یک بار دیگه با تمام مسئولیت میگم که تو اوستا رو از ا تا یا خوندگی نیست، تا آخرش خوندگی نیست. چرا نامهای نماز در دین خدا نمیدونی. این هم پستی که من چند ماه پیش گذاشته بودم. شرمنده. نامهای نماز دین خدا نمیدونی. انا تو نامهای نماز یاد گیر، بعد دوئل اوستایی میشد. تو رو اول بیت‌های جعلی از بیت‌های در اصلی تشخیص ده، بعد دوئل شاهنامه میکنیم تمام. بعد اومد گفتی تاجیکان خوان. تاجیکان ما خوندگی هستن. تاجیکان تو خوان. تو دعوا داری که ما نیاگان ما زردشت بودن که بین که بابا جان غفور در صحیفه 322 و 323 درباره وقت دین گام بزند، بین که در سقد و در باختار در اونجا چند دین بودن. روحانیان آتشکده ها ضد بت پرستی مبارزه می‌بردند. یعنی نه همه زردشتی بود، ولی زردشتی آسیای میانه به زردشتی ایران عیناً مانند نیست. رسوم زردشتیان آسیای میانه از عقاید پیروان اصلی زردشت خیلی فرق میکند. این چی زردشتی بود؟ تا به حال در این باره یعنی دین‌های محلی آسیای میانه قرار یگانه وجود ندارد و بسیار مسئله ها یا تاریک میباشند یا راجع به آنها دو عقیده به هم مطلقا خلاف هستند.
خدای جرم‌های عثمانی، خدای حادثه‌های طبیعت، خدای چهاردسته، اهورامزدا، خدای اوریون، اهورامزدا، الهه‌ای که در تخت نشسته است، اهورامزدا، خدای سه‌سره و شش دسته. اهورامزدا، سغدی‌ها به طفیل رقابت دین بودائیه و معنویه به احتیاجات خود موافق کردند. چرا ذکر از زردشتیه در تشکلیابی مفکوره دینی سعودیان ذکر نشده است؟ هر یک خانه صاحب خدای خودش بود. در نکاح خط قلعه موغ قسم ذکر می شود که به نام بگ و میترا نام خداها داده شده است. بگ از میترا خدای بالاتر حساب می شد. چرا ذکر از اهورامزدا نیست؟ ناشر این نکاح خط بعدتر دعوا میکند که نام خدای اساسی اهورامزدا می باشد و سغدیان عادتا نام پره این خدا را به زبان نمی آورند. از جمله خدایان عالی مرتبه سغدیان زوروان است که در بعض متنها به صفت شاه خدایان دچار می شود. این خدای زوروانی هاست که زردشتی ها این فرقه را کافر می دانند. کو نام اهورامزدا؟ در سغد دیگر دین ها نیز پهن شده بود. نصرانیه نیز خیلی پهن بود. در عصر 6 در سمرقند اپیسکوپ نصرانی رویه نستوری می نشست. معنویه نیز خیلی ریشه دوانده بود. در رسمهای روی دیواری پنجکند رسمهای معنوی می باشند. با این همه سند تاریخی از کتاب تاجیکان چگونه دعوا میکنی که نیاگان همگی زردشت بودند؟ و در آخر به این دو بیت زیبا کلام را خاتمه بخشم. گرفتم این که کتاب خرد فرو خوانده، حدیثی شوق نفهمیده ای دریغ است.